امروز کلاس بسکتبال دارم. بیاین با هم آماده شیم بریم کلاس بسکت. من چون ضد آفتابم رنگیه با یکم آبرسان قاطی میکنم. خیلی زدم. خیلی نمیخوام ضد آفتاب بزنم ولی خب زیاد ریختم. اینو قاطی میکنیم. بقیه اینو چیکار کنم؟ خیلی کم رژگونه صورتی میزنم. صورتی خیلی 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 کم رنگ. یه کوچولو ریمل. یکم صبر کردم کرمه کامل جذب پوستم شد. حالا با پودر فیکس کامل فیکسش میکنم. یکم تینت. تینت خوش شده. یه تینت دیگه برمیدارم. از اول یه کوچولو تینت میزنم به لبام. من موامو با کلیپس بستم ولی از اونجایی که امکان داره توپ بخوره تو سرم و کلم قطع بشه موامو بالا میبندم. دیدی موهامو بنفش کردم چقدر خوشمل شده. خب برای اینکه موهام انقدر پر و پخش نباشه و تو دست و پام نباشه این شکلی میپیچونمش. اینو این شکلی با یه دونه گیر میبندم. ادامه ویدیو رو توی پارت بعدی میذارم.